هی امان این داستان تا آخرش گوش کن، پشیمون نمیشی. یه روز گرگا زدم به گوسفندان نامه، یه پیشنهاد داریم با ستونین آخرین راهه. ما دوست داریم که رفیق بشیم با شما، اون سگ نگهبانه آره اونه نمیذاره. تا نزدیکتون میشیم به ما واق میکنه، چرا رد ما رو میده سری به چوپانم گرا. نذارید شما رو کنترل کنه، سگی که خودش میشه با استخون سر برا. فرداش این گوسفندای ساده شد نگاهشون سنگین رو این سگ بیچاره. خیال میکردن سگ دورشون نثاره، اون محدودشون کرده توی این زباله. شده بود توی مزرعه حرفشون از سگ خواستن که اونا رو کنه ترکشون. تو محافظ ما نبودی کنترلگری، باید هرچی زودتر گورتو گم کنی سری. ولی تموم نشد همه چی به شادی، دیگه جای سگ نبود تو این معرفت که سادی. تا پاشو گذاشتم مزرعه بیرون، همون شب گرگا خوردن شام حسابی.